سلام دوستان. اولین سفرمون رو با افسانه و جایگاه نیلوفر آبی در اسطوره‌های جهان شروع می‌کنیم. نیلوفر آبی یکی از قدیمی‌ترین نمادهای مقدس در تاریخ بشره. گلی که در آب متولد میشه، از تاریکی بالا میاد و روی سطح آب در نور خورشید شکوفه میده. همین ویژگی باعث شده که در فرهنگ‌های مختلف جهان معنای مشترکی پیدا کنه، مثل زندگی، روشنایی، پاکی و تولد دوباره. در ایران باستان، نیلوفر آبی یا لوتوس یکی از نمادهای مهم در هنر هخامنشی بود. بعضی از نقش‌ها گلی با 12 گلبرگ رو نشون میده که پژوهشگرا اونو نماد 12 ماه سال و نظم کیهانی میدونن. این گل با آناهیتا، بانوی آب و باروری پیوند داشته و چون از دل آبهای آرام بیرون میاد و به سوی نور میره، نشونه ای از پاکی و شروع دوباره است. در اساطیر هند، نیلوفر یکی از مقدس‌ترین گیاهانه. این گل نماد خلوص، شکوفایی معنوی و پیوند میان انسان و جهان هستیه. در آیین هندو و بودایی میگفتن دل انسان مثل نیلوفره. اگرچه در آب گلالود رشد میکنه، اما میتونه پاک و روشن شکوفه بده. در مصر، نیلوفر آبی نقش مهمی در اسطوره آفرینش داشت. میگفتن جهان از آبهای تاریک شروع شد و اولین چیزی که روی اون ظاهر شد گل نیلوفر بود. وقتی گل باز شد، نور و خورشید از دل اون بیرون اومد. به همین دلیل نیلوفر نماد تولد جهان، خورشید و زندگی پس از مرگ. در بسیاری از معابد و آرامگاه‌های مصری تصویر نیلوفر کنار پادشاهانشون دیده میشه. در فرهنگ چین، نیلوفر نماد پاکدامنی و قلب پاکه. در فلسفه کنفوسیوس میگفتن نیلوفر در میان گلها شریفترینه، چون از گل و لای سر در میاره ولی خودش خالص میمونه. در ژاپن و کره هم این گل نشونه آرامش، هارمونی و ذهن روشنه. با وجود فاصله زیاد میان فرهنگ‌ها، تقریباً همه درباره نیلوفر یک باور مشترک دارن. این که زیبایی میتونه از دل تاریکی بیرون بیاد. این گل یادآوری میکنه که زندگی همیشه راه خودشو به سمت نور پیدا میکنه، حتی اگه از دل عمیق‌ترین آبها شروع بشه. به همین دلیل نیلوفر آبی فقط یک گل نیست، یک افسانه جهانیه. اگه دوست دارین روایت‌های بیشتری از افسانه‌های کهن بشنوین، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنین تا هیچ قصه‌ای رو از دست ندین.